سلام، اینجا چنل الی بانوه و امروز اومدیم طرز تهیه قیمه با گوشت قلقلی رو با هم دیگه ببینیم. اول 2 تا پیاز متوسط و نگینی خورد میکنیم، داخل قابلمه میریزیم و سرخش میکنیم. پیازمون که یه مقدار سبک شد، نمک و فلفل و زردچوبه رو بهش اضافه میکنیم. دو قاشق رو، یک پیمونه لپه‌ای که از شب قبل خیس کردیم هم بهش اضافه میکنیم و تفتش میدیم. دویست و 250 گرم گوشت چرخ کرده، 1 عدد پیاز متوسط رنده شده با نمک و فلفل و زردچوبه رو با هم دیگه ترکیب می‌کنیم. قلقلیشون می‌کنیم و سرخشون می‌کنیم. یه مقدار آب به خورشتمون اضافه می‌کنیم، زیرش رو زیاد می‌کنیم تا جوش بیاد. گوشت قلقلیایی که سرخ کردیم و به خورشتمون اضافه می‌کنیم. در خورشت رو میبندیم و زیرش کم میکنیم. چند تا لیمو عمانی رو با چنگال سوراخ میکنیم، داخل ظرف میریزیم، آب جوش میگیریم روش میذاریم یه 10 دقیقه بمونه. این کار باعث میشه که تلخی لیمو عمانی گرفته بشه. هل و دارچین و زعفرون هم دم میکنیم. نیم ساعت آخر پخت خورشتمون بهش اضافه میکنیم. عطر و طعم فوق‌العاده‌ای به خورشتمون میده. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره دوستای من. خب میریم سراغ برنجمون. من برنجمو معمولا کته‌ای درست میکنم، طعمش رو خیلی بیشتر دوست دارم. برنجمون رو میریزیم توی قابلمه، نمک و روغن رو بهش اضافه میکنیم، میذاریم دم بکشه. برنجمون دم میکشه میتونیم سیب زمینیامون رو آماده کنیم و سرخ کنیم. من 3 تا سیب زمینی متوسط رو خورد کردم و سرخ کردم. اگه چنل منو هنوز سابسکرایب نکردین، تا من این سیب زمینی رو سرخ میکنم شما برین ساب کنین، اون زنگوله قرمز هم بزنین تا از ویدیوهای جدیدم با خبر بشین. خب حالا لیمو عمانی ها رو آبش رو خالی میکنیم و به خورشتمون اضافه میکنیم. نیم ساعت آخر پختمونم دم کرده زعفرون و هل و دارچین رو به خورشتمون اضافه میکنیم. خب خورشت خوشمزدمون آماده شده. بریم برای سروش. به به چه عطر و طعمی. برنجمون رو میکشیم،
خورشتمون رو اضافه میکنیم. سیب زمینی خوشمزه هم دورش میچینیم. این خورشت قیمه عطر و طعم فوق‌العاده‌ای داره. شما هم درست کنین و نظراتتون رو برام کامنت کنین. همشو میخونم. لایک و کامنت و سابسکرایبم فراموش نشه. نوش جان.